گفتیم و صاحب جریج، جریج برادر و کان جریج رجلا عابدا. پیامبر ما گفته سای جریج یک مردی بسیار با عبادت بود. اون وقتا یک صومعه میگفتن، یعنی به خودش یک جای می ساخت و در اونجا شب و روز در اونجا عبادت میکرد. این مرد از زمره منها بود. فاتخذ صومعه فکان فیها فاتته امه و هو یصلی. وقتی میگه در همون صومعهش بود، در همون جای عبادتش بود، عبادت میکرد که همین زمان میگه مادرش آمد، مادر همین جریج، و هو یصلی، او نماز میخوان. فقالت، بعد مادر صداش بلند کرد، یا جریج، فریاد کرد ای جریج. گفت فقال یا ربی امی و صلاتی فاقبل علی صلاتی فانصرفت. بعد مادر فریاد کرد جریج جریج جریج. جریج در درون نماز بوده، با دلش داد خداوندا مادر ما جواب بگم نماز ما بخوانم، مادر ما جواب بگم نماز بخوانم. گفته در دلش شد ولی نماز انتخاب کردم ولی بر مادرش جواب نگردانید. مادرش رفت. فلما کان من الغد اتته و هو یصلی. با پگاه میگه مادرش با آمد که باز فرزند در نمازه. ببینید این اکو فردا هست. باز گفت، با فریاد زد جریج. باز از جریج میگه همین سخن گفت خدایا نماز خانم، مادر ما جواب بگم. خب این حالت میگه مادر رفت. بعد از اون میگه مادر روزی دیگر آمد، باز همین حالت تکرار شد. بعدا دیگر مادرش وقتی که جواب از جریج که نمیگرفت، بعد گفت اللهم لا تمیته حتی ینظر الى وجوه المومیسات. مادر بعد دعای بدش کرد. حق مادر ده گاه وقت مادرها هستن که در حالتهای مثال که خشم میان، غضب میان، دعا میکنن. اما مقصد من این است که مادرها باید فرزندانی که مثال پایبند نماز باشند، فرزندانی که در عبادت باشند، باید این دعا را در حقشان نکنند. خیر که این حالت می شود، این تاریخ است، این کار شده است که پیامبر نازنین حکایه دارد. میگه بعد گفت خدایا گفت جان همین جریج نگی. اکو مادر خفه شد آخه به خاطر که جوابش ندادن دایم میامی در درون نمازه. شاید یگان کاری داشت، مقصد دیگر کارش انجام نیافت. گفت خدایا تا همین اگر فرزندی من در یگان یعنی زن نامحرم اگر نگاه نکند، میدونید که بچهش بسیار آدمی با تقوا است، روی زنهای مقصد بیگانه را نگاه نمیکنند، هیچگاه دست درازی به این کارها ندارد. گفت خدای تا اگر همین را مبتلای همین کار حرام نکنی جانش نگی. دعاش کرد. بعد از آن برادران عزیز فتذاکر بنو اسرائیل جریجا و عبادته و کان امرأة بغی یتمثل بحسنها فقالت ان شئتم. اگر اینجا در بعد برادران که من وقتی زیاد نگیرم، همه این حدیث هم قریب 2 ورق است نخوانم. میگه وقتی که بسیار حضرت جریج که پای به عبادت داشت و معروفیتش میگه همه را که دیگه فرا گرفت، البته دشمنان در پیش افتیدن، گفتن این را مقصد این خیل نمی شود. در هر یک زمان برادرای عزیز هر نفری که ببینین که یک علم دارد، آبرو دارد، عزت دارد، در پیش با مثال بدبینی ها و خصومت های زیاد است. بعدا در همون زمان یک زن بسیار صاحب جمال بود. میگه برای جریج بدنام کردن، برای جریج آبروش از بین بردن که این خیلی گناه سختی هست برادران عزیز، میگه راهها جستن و همین زن میگه با پیش جریج روان کردن. وقتی نزد جریج آمد و از نزد جریج بیرون شد، گفت راستی گفت هر چنده که حرکت کردم، هر چنده که خودم عریان کردم، نزدش مقصد رقص ها کردم تا که او را مقصد اشتهای او را مثال کشاده کنم، میل او را به سوی خودم جلب کنم، ولی نشد، امکان نشد. جریج مقصد بسیار شخصی با تقواست، ایرا مقصد در این حالت آوردن هیچ امکان ندارد. بعدا برادران عزیز و گرامی گفتن مادامی که این نباشد،
راه گفتن این زن گفتن با یگان مرد دیگری مقصد همخوابگی کن. وقتی که حمل در شکمت که پیدا شد تهمت میزنیم که این مقصد تولد که کردی میگیم همین فرزند ای جریج، تو همین را به گردنش بار کن، تو تهمتش کن. میگه این کارم شد. وقتی که این زن تولد کرد از حرام و پرسیدنش این از کی است؟ گفت هو من جریج، این از جریج است. گفت با من نزدیکی کرد و همین فرزند تولد شد. فاتوه آمدن، بعد همون قومی که دشمنای جریج بودن، بدبینهای جریج بودن آمدن و صومعه برادر عزیز خودش ضرب لت کردن و همون جایی که عبادت میکرد و یا مقصد چپه کردن انا و جعلوا یضربونه، میزدنش که تو این کار کردی. فقال ما شأنکم، بعد گفتن چرا این جای عبادتی مرا چپه کردین؟ چرا مقصد مرا اینقدر ضرب میکنین، اینقدر مقصد اذیت میتین؟ این بحر چی است؟ قالوا زنیت بهذا البغی فولدت منک، گو زیرا که تو با این زن زنا کردی و این زن فرزند به دنیا آورده است. تو مقصد دیگه وقتی که دست به این کار زده تو چی مثال از خودت شیخ میتراشی و چی از خودت صوفی میتراشی و چی از خودت مقصد عالم میتراشی؟ ترا مقصد صدقه این تری آب روی عزت کنه. گفته یعنی اگر چنده که این کار پیشتر علاقه مطرح شدگی بود در حق یک تهمت بود. خلاص همچنانش کردن. قال این الصبی، بعد جریج گفت که همون طفلی را که همین زن به دنیا آورده است در کجای اون طفل؟ فجاءوا به، آوردن، بعد طفل آوردن. خیلی طفلی اولی یک ماه نشده در گویم لخته پیچاندگی پیش حضرت جریج آوردنش. دعونی حتی اصلی فصلی، گفتن بیارینش پیش من. آوردنش. خیز حضرت جریج دو رکعت نماز خوان برادران عزیزم. فلما انصرف، وقتی که ای نماز از نماز که بیرون شد، فتعن فی بطنی، بعد میگه دستش در بالای همون شکم در بالای همون شکم گذاشت و در انا با مقصد اگر گیریم در یعنی یک ضرب میگه زد و قال یا غلام، بعد میگه به طرف همون کودک گشت گفت که ای کودک، گفت ای بچه، گفت من ابوکا، پدرت کی؟ گفت تو از کی مقصد به دنیا آمدی؟ قال فلان راعی، گفت فلانی چوپان هست. نامش گرفت. میگه یک چوپانی بود از در همون اطراف زندگی میکرده است، یک بگیم پادبانه. میگه نامی همون را گرفت. گفت که همون فلانی، گفت پدری من. گفت من از جانب همون گفت به دنیا آمدم. برادرای عزیز، وقتی که این سخنه که این کودک در همون آوان کودکیش گفت، همه و همه میگه دیگر یک باره میگه دستا را برداشتن، لرزه در اندامشون پیدا شد و خواستن که همون جای عبادتگاه جریج از طلا سازن. دیگر گفت خواهش میکنم همون طرزی که همون بینا بود همون بینا ما بسازین. همون بیناش ساختن و جریج عبادتش دام دادن گرفت.